سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان، شب و روزتون بخیر. مواقعی هست که ما به صورت کلی میخوایم میل جنسیمون تقویت بشه، یعنی هم بحث میل جنسی، هم فانکشن جنسی، هم بحث ارکشن یا نوز و هم بحث انزال زودرس. فرآورده‌ای رو درست کردیم با نام روغن زد ارکت. مکانیسم این روغن بازتاب درمانیه، یعنی کف پا ماساژ داده میشه شب به شب و بعد باعث بهبود نعوز و بهبود کلی میل جنسی میشه. این مکانیسم بازتاب درمانی یا انعکاس درمانی یا رفلکسولوژی به 2500 سال قبل از میلاد مسیح برمیگرده که متخصص گوش و حلق و بینی با نام دکتر فیتزجرالد در قرن 20 این رو رنیو کرد و به دنیا معرفی کرد. سوالی داشتید در خدمتتون هستم.